قبلا در داخل قوس ما عباره قانون اساسی را استفاده می‌بردیم. همه پهلوهای کلمه کنستیتوسیا را کلا استفاده کردن نمی‌توانند. از جمله اگر سرقانون گوییم تنها بالا بودن و از دیگر قانون‌ها قوه بالاتر داشتن را در بر می‌گیرد. اما در برابر این کنستیتوسیا معنای اجرا کننده و معین کننده نیز دارد که همین واژه سرقانون آنها در بر می‌گیرد. از این لحاظ پیشنهاد شده است که همین کلمه سرقانون این بعد و با تغییرات‌های پیشنهاد شده با ماده 8 کنستیتوسیا تغییر لایحه‌های خیلی جدی وارد کرد پیشنهاد می‌شود. از جمله در نظر است که کلمه تشکیلات‌های و کلمه اتحادیه‌های وضع کرده شود. قابل ذکر است که مفهوم واژه اتحادیه نظر به تشکیلات وسیع است و همزمان در قانون‌های عملکننده از جمله درباره آزادی ویدیوم و اتحادیه دینی اصطلاح اتحادیه استفاده برده شده است. و دوم به همین ماده 8 قسم نو اضافه کرده می شود و مطابق همین قسم نو در تحریر زیرین آمده است که در جمهوری تاجیکستان فعالیت حزب‌های سیاسی دیگر دولت‌ها تأسیس حزب‌های خصوصی ملی و دینی داشته، اینچنین مبلغ‌گذاری حزب‌های سیاسی از جانب دولت‌ها و سازمان‌های خارجی، شخصان حقوقی و شهروندان خارجی مانع است. البته باید قید کرد که هر یک حزب‌های سیاسی برای آن سازمان داده می‌شوند که مقصد آنها برای مبارزه سیاسی و سر حکومت آمدند و این مبارزه باید در دایره کنستیتوسیا باشد و در دایره قانون‌ها باشد به دخالت دولت‌ها و سازمان‌های خارجی گردد.